آقا سلام و درود خدمت همراهان همیشگی من. امروز اومدیم با یک آموزش مفید و بسیار کاربردی. ببین آقا، ما داخل مثلا مسیر یا هر جایی که باشه، مثلا این اتفاق خیلی پیش میاد که میبینی طرف میگه آقا من صدای پمپ بنزینم میاد، برق شمها، برق ماشینم، همه چیز اوکیه، فقط ماشینم استارت میخوره روشن نمیشه. خب ما الان باید چیکار کنیم؟ میخوام دوربین یکم بیان نزدیکتر. آقا ما اینجا یک کدی هست که داخل این سویچ ماشینمونه. کد هست که داخل این سویچ ماشینمونه. بعد این کد اگه به اندازه یک سر سوزن هم جابجا بشه دیگه، مثلا ماشین ما صدای پمپ بنزین میاد، برقش هم همه چیز هست، ولی اصلا ماشینمون استارت میخوره روشن نمیشه. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ الان دوربینو بیار اینجا. شما وقتی کلا سویچ ماشینمون در آورده است یا ماشین خاموشه، این علامت سویچ ماشینمون الان نگاه کنید، وقتی خاموشه علامت سویچ ماشین رو با اینجور چشمک بزنه. خب اگه شما سویچ ماشین رو باز کردین، دیگه این علامت سوئیچ نباید بزنه. الان من نگاه کن، الان نمیزنه، یعنی ماشین شما سالمه. اگه دیدین سوئیچ ماشین رو باز کردین ولی علامت سوئیچتون همچنان داشت چشمک میزد، یعنی کد سوئیچ ماشینتون جابجا شده. خب حالا اگه جابجا شده بود، شما خودتون راحت میتونید داخل جاده درست کنید. خب الان این سوئیچ ماشین پژو، کلا این ماشینای 90 به بالا، چه پراید چه پژو باشه، این کد روی سوئیچ دارن، چون مدل‌های 90 به پایین دیگه این کد را ندارن. خب الان مثلا اگه بخواید خودتون این کد رو تعمیر کنید، چیکار میکنین؟ سوئیچ ماشینتون یه پیچ 4 پهلوی کوچیک داره، قشنگ دوربینو بیار، این 4 پهلوی کوچیک داره. خب با یه چاقو، حالا پیچ گوشی نه که دهنش باریک باشه، خیلی کم گیر ولی شاید در دسترستون نباشه، شما میتونید با یه چاقو این 4 پهلو رو باز کنین. این 4 پهلو رو به سمت چپ باز میکنین. قشنگ چاقوتون رو با اون لبه های پیچ هماهنگ میکنین که دیگه پیچتون ساییده نشه که بعدا مشکل بشه واسه تون باز کنین. خب این راجع به ماشین های پژو هست، انشالله در ویدیوهای آینده سویچ ماشین پراید هم واسه تون میذاریم. آقا این کدی که داخل این سویچ ماشینتونه خیلی کد کوچیک است و مواظب باشین که نیفته پایین، چون اگه افتاد دیگه سخت میتونین رو پیدا کنین. خب سویچ ماشین رو نگاه کنین، اینجا یه شیار داره که این سویچتون مثلا از هم دیگه جدا میشه. خب چیکار میکنین؟ همینا دو طرفشو میگیرید، یکیشو به سمت بالا میکشین، یکیش هم به سمت پایین. خب اینجوری بازش میکنین. خب کد سویچ ماشینتون داخل قسمت بالایی سویچه. الان نگاه کنین، این قسمت داخل از همینجا هم معلومه، این کد اینجا. خب ما کلا کاری به این لبه پایینی سویچ نداریم. بعد نگاه کنید دوباره بازم یه لبه داره که اینجا سویچتون به دو قسمت تشکیل میشه. نگاه کنید این هم با احتیاط با همون لبه چاقو میزنید زیرش، اینجوری از همدیگه جدا میکنید. فقط نگاه کنید خود نوک سوئیچ رو اینجوری باید تو دستتون داشته باشین که اینجوری فنرش نپره بیاد بالا، بعد دیگه سخت بتونین بزنین اینجا. خب اینجوری دستتون رو بذارین روی این قسمت سوئیچ که دیگه از همدیگه جدا نشه. خب آقا این هم کد سوئیچ ماشینه، چه گفتم خیلی ریز. سعی من با چاقو در بیارم قشنگ بهتون نشون بدم. خب کد سوئیچ ماشین اینه، خیلی کوچیک که اگه گم شد یا مثلا از این جاش تکون خورد دیگه ماشین شما استارت میخوره روشن نمیشه. خب آقا نگاه کنید بعضی میبینی مثلا خود کد سوئیچ سر جاشه ولی میبینی اصلا بازم میزنی علامت سوئیچ میاد بالا. خب بهتون گفتم به اندازه سر سوزن هم نباید تکون بخوره. الان اینو به همون شکلی که در آوردین قشنگ خودش جاش معلوم، اینجوری این قسمت باریکش باید به سمت جلو، یعنی اون جایی باشه که سوئیچ میره داخل مغزی سوئیچ. بعد یه برآمدگی داره، این برآمدگی باید رو به بالا باشه. خب شما این قسمت پایینیش صاف نگاه کنید، برآمدگیش درست نشون بده.
این برآمدگی رو به بالا باید باشه، قسمت پایینیش صاف و باید رو به پایین باشه. خب همونجور که مثلا میبینید اینجوری میزنید سر جاش. دو تا راهکار داره. مثلا شما میتونید قبل اینکه مثلا کد را بزنید اینجا یکم چسب قطره‌ای بریزین، زیرش، یا مثلا یه چیزی که بذارین که مهارش باشه، مثلا مثل یکم چسب برق مثلا دلایه کنید، یا مثلا میتونید یه کاغذ، مثلا خیلی کاغذ کوچیک مثلا 2 لایه کنید بذارین روش. خب وقتی این کار کردین دوباره به همون شکل میزنین. گفتم این قسمت سویچ پایین رو باید داشته باشین که فنرش نپره بعد یکم واسهتون مشکل بشه. خب اینجوری دوباره جا میزنین. خب بعد اون قسمت پایینی رو دوباره در میارین. همونطور که این سویچ از همدیگه جدا کردین همون هم باید فشار بدین داخل. کلا کار سختی نیست، فقط یکم کار ریزکاریه. باید فقط این کارتون دقت میخواد. نگاه کنید خود قسمت شیارش معلومه. همینا اینجوری رو اون قسمت شیاره فشار میدین و دوباره مثلا فشار میدین که اینجوری به هم دیگه بچسبه. و بعد دوباره همون پیچ 4 پلو رو میذاریم. باید چاقو که نوکش باریک باشه اینو دوباره صفر میکنه. این کاری که رو گفتم مرتب انجام بدین دیگه اون علامت سویچتون میره. خب الان ما دوباره مثلا میایم امتحان میکنیم، سویچ باز میکنیم میذاریم مثلا چند ثانیه بگذره. کلا اون ثانیه‌ای که مثلا وقتی سویچتون خاموش باشه 4 الی 5 ثانیه است. وقتی دیگه سویچ رو باز کردین حالا شما واسه محض احتیاط 10 ثانیه میمونین. اگه علامت سویچ رفت یعنی که شما اون کارتون رو درست انجام دادین و بعدش استارت بزنین ماشینتون روشن میشه. دوستان به همین راحتی بود یه کاری که میتونه شما رو خیلی راحت هر جایی که جاده یا بیابون باشه میتونه شما رو نگه داره. ولی این کاری که گفتم مرتب انجام بدین انشالله که مشکلتون رفع میشه. خیلی ممنونم.